از وضع شدید اقتصادی در تاجیکستان موضوعی که شخصیت دارد دومانندار می شود. حکمت‌الله نصرالدینов خادم سیاسی و دولتی تاجیکستان در سالهای 80 و 90 عصر گذشته پیشنهاد کرده است امامعلی رحمان برای همیشه رئیس جمهوری تاجیکستان بماند و باوری نصرالدینov این پیشنهاد باید در طرح قانونی درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت وارد شود. او متأکد است امروز در برابر امامعلی رحمان پیدا کردن نفر ارزنده برای پرزیدنتی ناممکن است. خبرگزاری آزیا پلوس از قول این سیاستشناس گفته است به این ترتیب تاجیکستان از گذرانیدن انتخابات ها بی‌نیاز می شود و برای راه اندازی این معرکه ها مبلغ صرف نمی گردد. آقای نصرالدینov اوایل ماه سپتامبر در یک مصاحبه با این خبرگزاری پیشنهاد کرد نیم پیکره امامعلی رحمان در دوشنبه گذشته و به او دوباره عنوان قهرمانی تاجیکستان داده می شود. پیشنهاد رئیس جمهوری یکمری امامعلی رحمان در حالی است که ماه اپریل سال روان ناصر سلیمی رهبر دانشگاه دولتی آموزگاری و خالمحمد سمی دکان فاکولته روابط بین الخلقی دانشگاه ملی تاجیکستان پیشنهاد کردند امامعلی رحمان عنوان رسمی پیشوای ملی را بگیرد. چند روز قبل حکیم عبدالله راهنما یک مسئول مرکزی تحقیقات استراتژی در مطلب تاکید کرد مردم به رهبری خود همچون به خود بلکه بیشتر از خود باوری و اعتماد دارند. این است ماهیت پیشوای ملت بودن. این است ماهیتی به طور واقعی و به طور کاملا طبیعی پیشوای ملت بودن. او افزود با توجه به این پیشوای ملی بودن رئیس جمهور موضوع سوال و بحث نیست بلکه یک واقعیت تاریخی و یک حالت کاملا طبیعی است.